خوش اومدیم به کانال تاپ 10 سیتی. بریم با هم 5 تا از مکانهایی که ورود بهشون ممنوعه رو ببینیم. شماره 1، جزیره عروسک‌ها در مکزیک. این جزیره پر از عروسک‌های قدیمی، پاره و بی‌چهره است که از درخت‌ها آویزون شدن. گفته میشه مردی به اسم دون جولیان این عروسک‌ها رو برای آرام کردن روح دختر بچه‌ای که اونجا غرق شده بود جمع می‌کرد. بعضی ها میگن شب‌ها چشم عروسک‌ها حرکت می‌کنن. شماره 2، منطقه 51 در آمریکا که پایگاه فوق سری دولت آمریکاست. مردم میگن اینجا روی موجودات فضایی تحقیق میشه و هیچکس اجازه نزدیک شدن بهش رو نداره. شماره 3، اتاق 39 در کره شمالی. گفته میشه این اتاق مرکز مخفی درآمدهای غیرقانونی حکومت کره شمالیه، از جعل پول گرفته تا قاچاق طلا. هیچ اطلاعات دقیقی بیرون درز نکرده. شماره 4، جزیره سنتینل شمالی در هند. قبایلی بدوی روی این جزیره زندگی می‌کنند که به هیچ عنوان با جهان بیرون ارتباط ندارند. ورود به جزیره خطر جانی داره چون به مهاجم‌ها حمله می‌کنند. شماره 5، آرشیو مخفی واتیکان که بیش از 80 کیلومتر قفسه پر از اسناد تاریخی که قرن‌هاست کسی بهشون دسترسی نداشته جز تعداد انگشت شماری از مقامات کلیسا.